سیوم نعمت برادران عزیز چی بود؟ نعمت امن، آرامی. خوش به حال او بندگانی که این سه نعمت داشته باشند: نعمت تن صحت، نعمت وقت خالگی و نعمت امنیت و آرامی. امروز من به همه جوانان، به همه برادرانی که صدای مرا میشنوند گفتنیم که نعمت آرامی هم بسیار نعمت با ارزشه. برادر عزیز، اولا من دعا میکنم که خداوند این همسایه ما افغانستان بینیم و هر یک مملکتی که در اون مسلمان های ما و شما زندگی میکنن، مثل دولت شام و مثل دولت عراق و مثل دولت فلسطین و مثل دولت های اما افریقا و که خیلی و خیلی ناراحتن، ناآرامن، مردم در یک حالت خوف، در یک حالت خطر زندگی میکنن. خدای مهربان ملکای اونها را هم امن و آرامی از این نعمت برخوردار گردانه. و من از جانب همه نفرهایی که در این ملک ما زندگی میکنیم خداوند من سپاسگزاری میکنم، شکرگزاری میکنم که تاجیکستان ما بسیار دولت آرامه، یا دولت امنه. شکر خدای مهربان میکنم و دعا میکنم که خداوند این روزهای بسیار مبارک خیر شه از دست ما، از بالای ما مردم نگیرد. زیرا برادران عزیز، بسیار از نفرهایی که روزهای سخت دیدن، از آن جمله یکیش منم هستم، که در همون سالهایی که مردم تاجیکی ما دو تقسیم بودیم، دو گروه بودیم، با یکدیگر نامها گذاشته بودیم، یکدیگر خونشا میریزاندیم، یکدیگرش مالشان طلا و تاراج میکردیم. ما در او روزها بودیم. بسیار روزهای سختی بود، بسیار روزهای وزنینی بود. برادران عزیز و گرامی، حتی من از همسایه های خودم اگر صحبت کنم از یکدیگر می ترسیدن که در خانه نان پزن، نان، به خاطری که همسایه نداند که در خانه من آرد هست. زیرا در او وقتا آرد فقط در همون زوادهای نانپزی بود. و حتی خلیب بود، خلیب میدک که خورد بودن، از جگاری بودن. اگر گرماگر میخوردی میتوانستی، خنک میشید و خوردن نمیشید. در نزد همون خانه ما زواد بود. برادر عزیز، ما دایم آوازه و دروازه میشنیدیم که برای گرفتن 2 یا 3 دانه همون خلیب های از جگاری زنها تنفروشی میکردن تا که شکمشون و شکم فرزنداشون از نان سیر کنند. پیامبرمون دعا میکرد: اللهم اینی اعوذ بک من الفقر، خدای از ناداری به سوی تو پناه طلب میکنم. بین ناداری کجا میبره؟ آرامی ناداری را از بین میبره. بسیار روزهای سختی بود. ناآرامی یک دهشت است. ناآرامی برادر عزیز
وطن تا ای دستت میگیرن، بی وطن میمانی، بی ملک میمانی. ملت خودش از بین میرود. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، به قدر این نعمتی که خدای مهربان که امن است، امنیت است، آرامی هست، همه شما را من دعوت میکنم که به قدر این رسیم و الله را دعا کنین، در نمازهاتان دعا کنین، در لب دسترخوان نشستین دعا کنین که خدایا همین تینجی و عافیت از بالای ما مردم نگیره. به خدا قسم اگر دسترخوانمون هیچی هم که نداشته باشد، این به خیره. اگر دسترخوان همه چیز داشته باشد ولی بیرون آرام نباشد، اگر بی امنیتی باشد، ما از یگان همین نوش و نعمت خورده هم نمیتونیم بخوریم. هم برادر عزیز، مزه هم را نمیفهمیم، لذتی هم را نمیفهمیم، به خاطری که عصب هامان آرام نیست. انا این سخن پیامبر گرامی معناش میه که این سه نعمت، یکی نعمت تندرستی، یکی نعمتی وقتی خالگی، یکی نعمت آرامی را به قدرش برسیم. من گاه در بعضی از معرک‌ها میگم اگر کسایی که همین روز گوید که یک بار دیگر جنگ شود، من میدانم چی کار کنم، ولی از دهن بعضی نفرها همین سخن بیرون می شود. من با اونها میگم که هر کسی که اگر همین سخن گوید وای عبادت هم ندارد، وای مسلمان هم نیست، وقتی میگد یک بار دیگر جنگ شود. برادرای عزیز و گرامی، بسیاری جوانای ما که ممکن ولی نمیدانند جنگ چی است، ناآرامی چی است، شاید در نظرشون بسیار کاری عادی تابد، ولی همین جنگی که در سوریه شید، در شام شید، احوال هم مردم دیدین، حاضر هم ببینین. الله مهربان نگهبان باشد. دعا کنین. هیچ وقت هر کسی که اگر برای ناآرامی، برای بی امنیتی، برای خللدار کردن این نعمتی امن، تنجی، وقتی دهن میزند، وقتی حرف میزند، اگر شما مسلمان کامل باشین، اونها را برادر عزیز توهین کنید، اونها را تحقیر کنید. اگر فهماندن قطعی اگر میفهمیدگی باشد فهمانین. و یکی از دعاهای ما باید همین باشد. خدای مهربان، منم دعا میکنم الله مهربان از این سه نعمتی که پیغمبر نازنین زبان زدن گفتن، یکی تن صحت، یکی وقت خالگی، یکی آرامی، الله مهربان جمعی مردم مسلمان روی عالم، علل خصوص این تاجیکستان ما را از این نعمتات برخوردار گردانم. خدای مهربان به قدر این نعمت ها رسیدن ما را توفیق بده و از این تن صحتمان، از این وقت خالگیمان، از این آرامی کشورمان، خدایا استفاده بردنش هم توفیقش بر ما نصیب گردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین یا رب العالمین.